درود بر همه مخاطبان دوست داشتنی قصه های جادویی. شنیدن این داستان جذاب رو از دست ندین. حکایت کبر پادشاه و عشق به کنیز. در یکی از شهرهای دور، پادشاه قدرتمندی فرمان روایی می کرد که غرق در نعمت و ثروت بود. هر فرمانی که میداد اطاعت می کردند و همه زیر نظرش بودند و به او احترام می‌گذاشتند. پادشاه اکثر اوقات خود را به اداره شهر می‌گذراند و کمتر به کسی توجهی می‌کرد، زیرا بر این عقیده بود که برتر از دیگران است و هیچ فردی را در حد خودش نمی‌دانست. ولی خبر نداشت که همین امر موجب به چالش کشیدنش خواهد شد. او در ملک خود کنیز و خدمتکاران زیادی داشت. امان از آن نگاهی که به یکی از خدمتکارانش انداخت، دلش را همانجا جا گذاشت. کنیزی زیبارو که خوشگلی و اخلاق خوبش زبان زده همه شده بود. هم دلش را باخته بود و هم غرورش اجازه نمیداد که بروز دهد و حرف دلش را بگوید. از همین جهت درونش غوغا بود. مدتی گذشت و دید که دیگر برایش قابل تحمل نیست. پس بهتر بود که برای احساساتش ارزش قائل شده و جایگاه و مقام طرف مقابلش را نادیده بگیرد. اگر این کار را انجام میداد به آرامش می رسید. در غیر این صورت عشق پنهانیش همیشه در دلش باقی می ماند. بعضی وقت به دیدنش می رفت و از دور نگاهش می کرد یا او را به بهانه‌های مختلف احضار می کرد. دختر زیبارو شک کرده بود و از رفتارهای پادشاه فهمید که پای علاقه در میان است. آنها با هم چند باری ملاقات کردند و جرقه‌ای بینشان شکل گرفته بود، اما از قضا این خوشی ناپایدار بود و آنها نمی‌دانستند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. دختر محبوب پادشاه بیمار شد و شروع آن جدایی بود. ابتدا فکر می‌کرد که درمان می‌شود، ولی حال او روز به روز بدتر می‌شد تا جایی که دیگر نمیتوانست روی پای خود بایستد. پادشاه از این وضع مطلع شد و بسیار ناراحت بود. تصمیم گرفت برای درمانش بهترین طبیب‌ها را از نقاط دور و نزدیک فراخواند. طبیب‌هایی که می آمدند زبردست و ماهر بودند، ولی غرور و خودشیفتگی آنها باعث شد تا فراموش کنند اگر پروردگار نخواهد سنگی از جایش تکان نخواهد خورد، برگی از درختی نمی افتد و در نتیجه هیچ موفقیتی به دست نمی آید. طبیب‌ها به پادشاه گفتند که بهترین درمان نزد ماست. شک نکنید که دانش و مهارت ما بی‌نظیر است. نگران چیزی نباشید، بهبودی به زودی حاصل می شود. آنها درمان خود را شروع کردند، ولی هر دارویی که تجویز می کردند انگار تأثیری نداشت. اتفاق عجیبی افتاده بود، انگار اثر داروها وارونه شده بود. با خوردنشان بهتر که نمی شد، هیچ حالش روز به روز وخیم‌تر و بدتر می شد. آب گویا خاصیت نفت پیدا کرده که وقتی آب بر روی آتش ریخته تا شعله را کمتر کند، به وسیله آن شعله ورتر می شد. شاه با مشاهده این وضعیت و با دیدن درماندگی طبیب‌ها حسابی ناامید شده بود. نمی‌دانست مرتکب چه اشتباهی شده است که این گونه جزایش را می‌کشید. روزها را با غم و ناراحتی می‌گذراند و در اتاقش خلوت می‌کرد. در یک روز بارانی که در دنیای خودش بود، فهمید که با غرور بیجا و با غفلتش فراموش کرده که اگر اراده پروردگار نباشد، آب شعله ور می شود و آتش گرمای خود را از دست می دهد. پس با گریه و زاری به درگاهش نشست
و تقاضای بخشش می‌خواست تا راه صحیح را پیدا کند و این مشکل حل شود. شبی در خواب طبیبی را دید که با راهنمایی‌ها و نسخه‌هایی که برای معشوقش پیچید توانست او را درمان کند و در نهایت بیماری او بهبود یافت. صبح با خوشحالی بیدار شد و سریعاً آن طبیب را به دربار خواست. به کمک او و با درسی که پادشاه گرفته بود به اشتباهش پی برد. کم کم حال آن دختر بهتر می شد تا اینکه به طور کامل سلامت شد. به یمن این اتفاق خوب پادشاه دستور داد به نیازمندان شهر از طرف دربار کمک شود و جشنی برپا شد. آن دو به یکدیگر رسیدند. فهمیدند که بیشتر باید قدر عشق را بدانند و تکبر نورزند. به راستی که نیروی عشق ادامه دهنده و راه حیات است. از آن زمان هنگامی که کسی دچار کبر و غرور شده و بزرگبینی دلیل برتریش از دیگری شود، این حکایت شامل حال او می شود تا آن فرد قدری به درونش رجوع کند و بداند که تواضع و فروتنی جوهره هر آدمی است. منتظر نظرات زیبای شما دوستان گرانقدر هستیم. سپاس.